برای انگشت گذاری روی کمونچه چه نکاتی رو باید رعایت کنیم؟ روی دستان 2 نقطه داریم که در یه جلسه شرح دادم که این 2 نقطه از کجا به وجود میاد. حالا این 2 نقطه برای ما یه راهنما شدن برای گرفتن دست چپمون روی گردن ساز. محلی که از کف دستم به تنه چوبی دستان کمونچه متصل میشه، یکی نرمی انگشت شست هست و دومی بند اول، بند دوم، بند سوم انگشت اشاره دست چپم. انگشت شست مقابل نقطه اول و بند سوم انگشت اشاره هم زیر این برآمدگی شیطونک. تنها نقاطی که روی دسته ساز متصلن همین 2 نقطه هست. کف دست کاملا باز هست، این پشت کاملا باز هست. انگشت شست و انگشت اشاره دست چپمون رو به حالت 90 درجه باز کنیم، این قسمت همچنان در پشت گردن ساز خالیه و به بدنه چوبی ساز متصل نیست. برای انگشت گذاری روی کمونچه انگشتان به حالت طبیعی خودشون قرار دارن. ما فقط اینا رو نگه می‌داریم طبق همون 2 نقطه اتصال. دست کاملا نرم هست. علت انجام گرم کردن قبل تمرین اینه که سفتی عضلات دستمون از بین میره با یه حرکت گرم کردن ساده. حالا دست چپ من در ریلکس ترین حالت خودش، نقاط اتصال سر جاشون، نرمی انگشت اشاره دقیقاً میشینه مقابل نقطه اول. جز نرمی انگشت اشارم، جز نرمی انگشت شستم و بند سوم انگشت اشارم، هیچ بخش دیگه به دستان سازم متصل نیست. محل قرارگیری انگشت دوم هم یا چسبیده به انگشت اول یا چسبیده به انگشت سوم. باز دست رو چک میکنم، مچ دستی که ساز رو باش گرفتم نشکسته باشه. دست صاف به ریلکس ترین حالت خودش، انگشت اول سر جاش، انگشت دوم چسبیده به انگشت اول و انگشت سوم سر جای خودش فرود بیاد، میشینه جای اصلی نقطه‌ای که گذاشتیم. خیلی دستشون رو میگیرن بالا، دست بالا باشه انگشت سوم موقعیت نشستنش تغییر میکنه، اما کف دستم که بیاد پایین تقریبا نزدیک دستان اما نچسبیده. هیچ اتصالی بین کف دستم و دستان کمونچه وجود نداره. در نتیجه انگشت سوم سر جای خودش فرود میاد. و حالا انگشت دوم در بعضی از دروس نیاز داریم که بچسبه به انگشت سوم. به همین راحتی. متشکرم. موسیقی رو راحت یاد بگیرید. آقای فراز.